سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 21 январ تقدیم میکنیم. در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که امروز در دوشنبه به رهبری پرزیدنت جریان گرفت، امامعلی رحمان از مشکلات اقتصادی در سال 2016 هشدار داد. او از مقامات حکومتی خواست که برای معتدل نگاه داشتن قرب پول ملی و تأمین فراوانی در بازار استعمالی کشور چاره‌های عملی اندیشیده شود. در این جلسه نخست وزیر قاهر رسولزاده درباره وضع کشور از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در سال 2015 گزارش داد. شرکت‌داران جلسه گفتند که تمرکز اساسی بر راه‌های کاهش دادن تأثیر منفی عامل‌های بیرونی به اقتصاد تاجیکستان، افزایش استحصالات وطنی و اقتدار صادراتی و مهیا کردن جای‌های کار روانه شد. عادتاً هر جلسه اول حکومت تاجیکستان در سال نو با تغییرات کادری به پایان می‌رسد. قبلا امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران شهر و ناحیه‌های اسفره، ظفرآباد، باباجان غفور و جبار رسولوف، پنج جیلکل و شورآباد را عوض کرد. بانک‌های تجارتی تاجیکستان میگویند که در شرایط بحران مالی برخی ساکنان تلاش دارند پس‌اندازهای خود را از صورت حساب‌ها و بازپس بگیرند. در تاجیک صادرات بانک میگویند که در ماه‌های اخیر از 5 تا 7% مشتریان با درخواست بازپس گرفتن پس‌اندازهای خود مراجعت کردند، در حالی است که در مجموع در سال‌های اخیر در تاجیکستان امانت مشتریان در بانک‌ها سالانه 20% افزایش یافته بود. دوره‌های بحرانی اصلا چنین دوره‌ها هستند. یعنی وقتی که مردم از دیگر جا منبع درآمد ندارند، یعنی که تجارت کاسته می‌گردد، سودا سست می‌شود، قابلیت خریداری مردم هم کم می‌گردد، بی‌شبه آنها با مبلغ‌هایی که پس‌انداز گذاشته بودند احتیاج پیدا می‌نمایند. اقتصادشناسان با سرعت پایین رفتن پول ملی و کمچین شدن و بالاروی دلار را که با کاری بانک‌ها به تاثیر نماند سبب اصلی ناامیدی و نگرانی مردم ارزیابی می‌کنند. قرب دلار آمریکایی که در یک سال اخیر در تاجیکستان 30% افزوده است، روز 21 январ رسما 7.5 سومانی ارزش داشت و قیمت روبل روسی در برابر دلار هم افزوده از مرز 79 روبل گذشت. نزدیکان تقای مراد یفتکف میگویند که این جوان تاجیک روز 14 январ از یک بازداشتگاه شهری مسکو آزاد شد، ولی بعد یک روز او را دوباره حبس کردند. سنت دولتشویف به خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو تاکید کرد که برادرش با معروف آدینف یک بازداشت شده با گمان قاچاق مواد مخدر هیچ سازش نبسته است. وقتی انسان را بازداشت میکنند 100 دفعه از او ایزی انگشت و عکس میگیرند. چرا وقتی محبوسان را رها میکنند اهمیت نمیدهند که کی را آزاد کردند؟ به عقیده من خادمان محبس کنند. روز 13 январ شهروند تاجیکستان معروف آدینف به جای تقای مراد یفتکف به آزادی برآمد. در صحبت با روزنامه مسکوسکی کامسомолец آدینف گفته است که هر دو قیافه شبیه و قدی برابر داشتند و آدینف این هموطنش را راضی کننده است که به جای وی در بازداشت بماند. او به یفتکف گفته است که تو را خواه و ناخواه آزاد میکند. یفتکف ماه سپتامبر با جرم استفاده زوراوری نسبت به نماینده دولت به 6 ماه زندان محکوم شده بود و حکمش روز 13 январ روز فرار آدینف به انجام رسید. شرکت‌های بین‌المللی بیگ اپل میوزیک اواردز در امریکا و داف انترتینمنت در آلمان وارد بحث حقوقی می‌شوند. جانب امریکایی همکاران سابق خود را در آلمان برای از خودکنی برند معروف موسیقی بیگ اپل میوزیک باما متهم میکنند، در حالی که داف انترتینمنت میگه جایزه باما که این سال برای قدردانی هنرمندان فارسی زبان سپرده میشود حق حلال این شرکت است. تا سال 2015 بنیاد بیگ اپل میوزیک اواردز مراسم با شکوه تقدیر هنرمندان از آسیای مرکزی، قفقاز و خاور میانه را برپا میکرد و در میان جایزه‌داران شبنم ثریا، فرزانه خورشید، جانی بیک مراد و دیگر آوازخوان‌های تاجیک هم در این برنامه‌ها اشتراک کردند. معلوم نیست که بحث حقوقی دو شرکت معروف با چی می انجامد، ولی به گفته بهروز زیورف پرودوسر تاجیک برای آوازخوان‌ها در تاجیکستان شرکت در همه گونه آزمون و برنامه‌های هنری بین‌المللی و با نفوذ شانس دیگری معرفی خود است و این بحث‌ها به کار هنرمندان در تاجیکستان اثر نمی‌کند. بیگ اپل میوزیک اواردز از سال 2009 این جانب بهترین هنرمندان زن و مرد را در کشورهای مورد توجه این جایزه قدردانی می‌کند.
ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ, саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.